آقا عضله ها بازو تیپ درست شد، میریم دندون نداره، دندون نداره، تراکم استخوان نداره. بریم ببینید چرا؟ چون سنزت نخورده. چرا نخورده؟ من و شما بهش یاد ندادیم، فرهنگ سازی نکردیم. وقت تو آلمان برای آرتوروس اومده بنده خدا اونجا برای من سوغاتی مثلا آورده، ببینیم 5 تا سنزه گوشه توی قوطی آورده. از کجا؟ از آلمان. که گفتن از اینا بخور خوب میشی. ببینید چیکار کردن با ما زهودا. من فرصتم کمه، اگه مفصل براتون 10 جلسه این کار داره که یهودی‌ها تو فرهنگ سازی ما چیکار کردن توسط جهل ما و مدیریت غلطی که تو کشور ما بود. و الان برید جلو. یکی دیگر هم بگم بستونه. یکی از شماها پپسی برای من معنی کنه ببینم. pay extra penny to support اسرائیل. بپردازید بهای بیشتر برای حمایت از اسرائیل. ببینید با ما چیکار کردن. من سریع میگم، رفقا شما الحمدلله اهلش نیستید، برای دیگران بگین که چیکار میکنه. به دست من نگاه کنید. 1 بنزوات سدیم. تمام دقت کنین سوری میگم تمام محققا، پزشکا، استادای تغذیه دنیا همشون میگن بنزوات سدیم سرطانزاست. 2 اسید سیتریک، اسید فسفوریک سنگا رو سوراخ میکنه. ببینید چقدر قوی. اسید فسفوریک. 3 کارامل 25 تا بیماری میاره. 5 کافئین 65 تا بیماری حداقل من به دست آوردم میاره. کافئین، بنزوات سدیم، اسید سیتریک، اسید فسفوریک، کارامل، کافئین، رنگ سرطانزا، طعم سرطانزا، آب آلوده، گاز سمی که از دود گازوئیل میگیرن و شکر با 125 بیماری. من یه دونه شاید میارم تو طب اهل شما بگین. تو روایات ما تو رساله ها نوشتن اگر آب گرم بود خاصی بخوری داغ بود فوتش، بگید فوتش چی داره؟ کراهت داره. درسته؟ تو فقه اهل بیت چی داره این؟ اون وقت شما دهن خودت گاز کربونیک سمه، فوت نکن و بخور. بچه کوچولوها را لبشو ماچ نکن، دستشو ببوس، پیشانیشو ببوس که این گاز تو دهن این بچه نره. وقت اینا از دودی گازوئیل گاز میکنن تو این شیشا. این 10 تا با هم جمع میشه پپسی یا کوکا. فکرشو بکنید. همشون اینا خواره بردارن بدون صیغه حرام شدن. بله. حالا من شما سوال میکنم، حالا بیان امتحان کنید واقعا ببینید با تفکر ما چیکار کردن که ما به راحتی هزینه میکنیم. حالا سرانه مصرف نوشابه در دنیا استانداردش سالی 4 لیتره. سالی نوشابه در ایران 43 لیتره. اخیراً که الحمدلله مردم آگاه شدن 34 لیتر شده. حالا بله برین سراغ اهل بیت. ما برای هر سوال خوبی کرد، دقت کنید. برای هر فصلی، برای هر سنی جایگزین داریم. رایج ترینش و بهترینش که ما به فضل الهی 125 خاصیت علمی به زبان امروز برش در آوردیم سکنجبینه. چیه؟ سکنجبین. مصلح 80% غذاهاست، عافیت باشه. مصلح 80% غذاهاست که شما میخورین. سکنجبین. دقت کنید. ترشی سرکه رو میگیره، اونا که ضعف دارن برطرف میشه. شیرین هم میگیره. حتی سکنجبین طبی سک انگبین بوده، یعنی سرکه و انگبین که با عسل درست میشده.
اون تو سادهش شما میتونید اینجا بگم من درست کنید ارزون و آسون. 2 واحد عرق نعنا، دقت کنید، با 1 واحد سرکه خانگی بجوشونید. موقعی که جوشید به اندازه لازم شیرین یا ترشش عسل بریزید یا شکر قهوه‌ای بریزید. اگه شکر ریختین میجوشونین، ولی اگه عسل ریختین دیگه جوشوندن نمیخواد. بعد یه دسته نعنا رو شسته تمیز میذارین توش 48 ساعت بمونه. این از اسرار این سکنجبینه. بعد 48 ساعت نعنا رو در بیارید. این سکنجبین شما آماده است خوشمزه. 80% غذاها رو اصلاح میکنه. نوشیدنی خوب خنک استفاده بکنید، به هم دیگه هم هدیه کنید، نوش جونتون باشه. خب حالا ببینید به جای این سکنجبین جهودات که کردن برای ما، بنزوات سدیم، اسید سیتریک، اسید فسفوریک، کارامل، کافئین، رنگ سرطانزا، طعم سرطانزا، شکر با 125 بیماری، گاز سمی، آب آلوده، اینا رو که با هم جمع میکنی میدن به مردم. من خواستش کوچولو بگم شما کیفشو بکنید. هر وقت خواستین آشپزخانه، حمام، دستشویی یا بشورین، نوشابه بریزین براتون تمیز میکند. هر پیچ زنگ زده، لوله زنگ زده که با اره آهنبر بریده نمیشه، پپسی بریزین میترکید. هر پارچه رو میخواین چربی زدایی کنید، توی ماشین یا تو تش 2 تا نوشابه خانواده بریزین تمیز میکند. هر چی خواستین سوسکا رو بکشین تو خونه هاتون، تو سوراخاشون نوشابه بریزید. استکان نلبکیای جرمدار رو خواستین تمیز کنین، تو تش بریزین نوشابه بریزین، جرم زدایی میکنه. یک آزمایش علمی، دکتر پرایس آمریکایی میگه من برای آزمایش دندان رفتم کله مرده های از 3000 سال پیش زیر زمین در آوردم. میدم این جمجمه هست، دندونام هنوز سالمه. چند هزار سال آقا؟ کجا؟ زیر خاک. همین دندون رو شما بندازین توی استکان نوشابه، 48 ساعت بعد آب شده. 3000 سال زیر خاک تو زمین مونده، هیچ طور نمیشه. ببینین خاک خیلی قویه ها.